السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان، خیلی که در اول ویدیو را دیدین و ویدیوی پورا معلومات پورا در صفحه تلگرام کانال ما هست که یوتیوب نمیتواند هر خیلی ویدیو ها را قبول کند و مشکلی بر شبکه ما می شود. امروز صبح یعنی که ساعت 6:20 و وقتی برای این نمازی بامداد خستم، البته باید هر یک ما و شما قبول داشته باشیم، قبول کنیم که وقتی انسان از خواب بیدار شد اولین کاری میکنه که تلفن خود را به دست میگیرد. حالا شور نشده است، حالا طهارت نکرده است، دست روی نشسته است. باید هر یک ما و شما این را قبول داشته باشیم. وقتی داخل سامانه های اجتماعی شدم، باز همین نوار، باز یک پهلوان تاجیک را از دست دادیم. البته این مصیبت ها پس هر یک کاری خدا یک حکمت خداوندی هست اگر پدر و مادر صبر داشته باشند. کارچزنی کودکان جوانان از چی حساب است؟ از حساب به مدنیتی آنها، از حساب به تربیتی آنها که پدر و مادرها امروز گناهکار هستید. 100% شما گناهکار هستید. باید فرزند را از خردی تعلیم دهید، تربیت کنید، علم آموزانید. بگید که پسرم این کاری خطا هست، این کاری درست است. خوب می شود تو با کاری درست روی، تو ما سر خود را بلند کنیم، بلند برداشته گردیم. اما افسوس امروز پدر و مادر به اهمیتی کرده شدند. امروز ها پدر و مادر بر فرزند خود از رمکه بیرون کردند، نه تفتیشی تلفن آنها را میکند. ما که جوان بودیم، اما هر وقت پدر ما تلفن ما را میکفت، تلفنت را بیار، کو چی گپ میزنی، چی کار میکنی؟ به همین خیل دست زدن کارهایی که فرزندهای شما به همین خیل کارها دست میزنند و آبروی شما را پست میکند. خودشان پس پنجره، نامشان سیاه داغدار. پدر و مادر فرزند را به او خاطر کلام میکند که تا از پشت فرزند گویند بر پدرت رحمت، نه اینکه لعنت بشنوند. افسوس پدر جانا، مادر جانا، به این احوال، به این حال، با سبب این همه کارها خود شما گناهکار هستید. خفه نشوید. خداوند متعال این برادری که با سبب از پشت رفیقان نامرد خیست اما این دنیا فانی را ترک کرد، قسمت، تقدیر، وقت و ساعت تا همین جا بوده است. خداوند متعال گناهش را بگذرد از گناهایش و اینچنین طریق رحمت شایسته جنت الفردوس نصیبش گرداند. راستی دلم برای این مردم میسوزد، دلم برای همون انسان‌های میسوزد. البته این داغی فرزند بدترین مصیبت برای هر یک پدر و مادری هست که اگر طاقت کنند خوش به حالشان، صبر داشته باشید. پسر 18-19 ساله در سامانه های اجتماعی 15 ساله میگویند، پسرک 18 یا 19 ساله بوده است. عین جوانی، عین شکوفایی. او کسانی که دست به این کار زدن چی شد؟ سالها پس پنجره حیات خودشان خزان کردند به مانند تیرامو. از همه پدر و مادران خواهش میکنم، پدر جانم، مادر جانم، از شما خواهشم همین است، التماس از شما، بر فرزندهای خود دقت کنید. نگذارید که فرزندهای شما در مکتب وقتی تعلیم میگیرند میگویند حق استاد از پدر به است. اما افسوس امروز استاد حق گپ زدن برای شاگرد خود، یعنی برای طلبه خود ندارد. وقتی یگان گناهی کرد برای تربیت همان فرزند استاد یگان شپلق زد، تمام، الکی دیگر پدر و مادران از بالای فرزند میخیزند. هر یکی ما و شما میدونیم که پدرمون میگفت
وقتی برای تعلیم، برای تربیت فرزند ما همسایه‌مون میگفت که پسرت گناه کرده است، میگفتیم ما که نمیتونیم زدم، تو لط کوبش کن تو که آدم شود. آن وقتها تعلیم بود، تربیت بود. وقتی انسان از خانه، از نزد والدین، از نزد پدر و مادر تعلیم نگیرد، تربیت نگیرد، استاد هیچ کاری کرده نمیتواند. سبب این همه فسق و فساد، سبب این همه بی تربیتی شما هستید پدران عزیز، مادران عزیز. وقتی انسان پدر که شد، البته گرانترین و زمینترین بار برگردن او واجب می شود. این هم باشد تربیت فرزند است، تا که در دم پیری راحت فرزند را بیند، نه از داغ فرزند بمیرد. عجیب است، بخدا که عجیب است. وقتی چنین حال رو میبینیم، وقتی چنین نوارها رو میبینیم، نمیدونم در یک زمان قرار داریم که چگونه انسان جوان میتواند دست به این کار زند. شاید سخنهای من ناحق باشد، شاید حق باشد، اما چیزی که عیان است حجت به بیان نیست. این کار شوخی نیست، این کار هزل نیست. سر پدر مادر خود را خم میکنید، نام خود را داغدار میکنید. هیچ کس به خانه شما با خرسندی و با شادی نمی آید. هیچ کس غم شما را، فکر شما را نمی کند. برای چی؟ برای آنه که شما تربیت نگرفتید. برای چی؟ برای آنه که پدر و مادر شما را تربیت نکرده است. انسان تعلیم را، تربیت را، علم را، سواد را همه را از خانه میگیرد، نه از استاد. استاد تنها پیش راه ما را گشوده میکند تا راه درست را انتخاب کنیم، علم آموزیم. اما اگر استاد چقدر کوشش کند، باور کنید این همه بیفایده هست وقتی در خانه تعلیم و تربیت نظارت نباشد. نگذارید که فرزندهای شما از رمکه بیرون شوند. نگذارید که شما، اگر میخواهید که شما فرزندهای شما را، نام شما را بلند کنند، نامبرداری پدر و مادر شوند. البته این آرزوی هر یک پدر هست، آرزوی هر یک مادر هست، اما افسوس، خوش به حال او کسایی که فرزندان خود را تربیت کردند. وای بر حال آن کسانی که به اهمیتی نسبت فرزند خود دارند. وای بر حالتان. من نمیخواهم که نواری خود را مثال کوتاه کنم، بسیار کنم تا شما از سخنهای ما دلگیر شوید. تنها میخواهم که نظارت کنید، از همه شما خواهش نظارت کنید. به اهمیتی شما، به نظارتی شما را به همین حال آورده رساند. از آدمی نیک باغ ماند و از آدمی بد داغ. اگر خواهید که نام شما نیک ماند، اگر خواهید که نام شما وقتی شما میمیرید نام شما نمیرد، اگر خواهید که فرزندان شما تا روز قیامت گویند که فرزند فلانی هستیم، اگر خواهید که فرزندان شما با نام شما فخر کنند، یا اگر خواهید که شما از نام فرزندهای خود فخر کنید، پس تربیت کنید. این همه به تربیتی است. سبب اصلی این همه کارها شما هستید ای پدران، ای مادران. وقتی فرزند را به نظارت کردی، در عین زمان همه نمود کارها را میکنند. خداوند متعال بر پدر و مادر، برادر و خواهر و خویش و تباران و اهل بیت این جوانی که از دنیا گذشت
صبری جمیل عطا فرماید و این برادر را تحقیق رحمت، شایسته جنت، قبرش را پر نور و باقی ماندگان عمری دراز، تنی صحت. خداوند متعال هر یکی ما را به راه راست هدایت فرماید و بگذار دولت صاحب استقلال تاجیکستانی عزیزی ما دائما صلح و ثبات پایان نباشد. السلام علیکم و رحمت الله و تعالی برکاته.